یک سحر از برنامه شارقه که یک ساعت موعظه میکنن با زبان فارسی، در همونجا یک مرد یک عجیب حکایه کردن. اونم میخوام همین باعث موضوع ما و شماست. میگد این حادثه در من رخ داد. یک روز میگد من به طرف ریاض میگد بلیت سمالیات داشتم، خواستم که طرف پایتخت همون ریاض برم. در همین حالت میگد یک برادر قدردان داشتم نزد من آمد، گفت همین بلیتی که تو داری همین را بر بلیت من عوض کن، بلیت من 2 ساعت بعد است، من بسیار مشغولم، یک کار دارم که بی نهایت ضرور است، التماس همین را عوض کن. میگه آمده عوض کردیم، او کس در جای من رفت، من بلیتی او را خریدم. وقتی اونا پرواز کردن میگه در نیمه راه بودن که سمالیات چون ترکیش شد. بین سمالیاتی اونها گفت ترکیش شد، همین بلیتی که من در همون باید که پرواز میکردم همین آمد، آدم آمد از من زاره و تولاقتی همین بلیت از من خرید که من سراسیمتر هستم، من کار دارم، من مشغول هستم. مرگ بین چگونه میکشه انسانه. رفت میگه در بین ترکیش شد، اونا همگی همه هلاک شدن، من در قدرت خداوند باز هم تسلیم تر شدم. چه روز است روز مرگ ای آدمی زاد، چه روز است روز مرگ ای آدمی زاد، نسازی چون از آن روزی تبه یاد، چرا در غصه آن غم نسوزی، که چشمی خود به سقف خانه دوزی، نفس در غرغره حال دیگرگون، تو دانی و خدا حال ای جگرخون، غمی جان خوردمی ای غفلت آهنگ، مزن در شیشه ایمان خود سنگ. حضرت مولوی میگوید دائما در یاد مرگ باشید، مرگ هیچگاه از پیش چشمتان دور نبینید. رسول اکرم حدیث را میگوید که خرج رسول الله صلی الله علیه و سلم الی المسجد، یک روز پیغمبر خدا به سوی مسجد میگه میرفت، فاذا قوم یتحدثون و یضحکون، نگاه کرد که همه امتش در قد راه یک جمعیت کلان شدند و چه مسئله را بلند بلند گپ میزنند و یضحکون میخندند. رسول اکرم میگه نزدیک شد، گفت اذکروا الموت، گفت ای مردم، گفت اینقدر بلند گپ میزنین، اینقدر بلند میخندین، اذکروا الموت، موت یاد کنین، مرگ یاد آوری کنین، اذکروا هازم اللذات، شما ذکر کنین، یادآوری کنین همان چیزی را که لذت نعمت ها را میشکند، یعنی الموت، موت بسیار ذکر کنین، شما نخندین. لو تعلمون ما اعلمو، در دوام چی گفتن پیغمبر؟ اگر گفتن شما ای قوم میدانستین آن را که من میدانم، لبکیتم کثیرا لضحکتم قلیلا، اگر شما آن چیزی را که من میدانم میدانستین، هر آینه شما گریه را بسیار میکردین و خنده را کم میکردین، آن چیزی را که من میدانم. لو تعلموا البهایم ما اعلم من الموت. رسول اکرم میگه اگر حیوان ها میدانستند که مرگ چی هست، با آن منزله که فرزند انسان به مرگ شناس است میدانست با چی منزله هست، ما اکلتم منها لحما سمنا ابدا. پیغمبر خدا گفت اگر از مرگ آن چیزی را که شما میدانین حیوان ها میدانستند، شما از وجود این حیوان ها گوشت روغنی دار را نمیافتین.
گوشتی که در او قبط روغن باشد اون گوشت شما از تنه حیوان نمیافتین، در صورتی که اگر همین حیوان ها میدانستند که سختی مرگ چیست و مرگ چیست. لما خلق الله تعالى الموت حجبه الله من الخلائق بألف حجاب. صاحب دقایق از نام پیغمبر خدا روایت میکند، میگوید که وقتی که خداوند همین مرگ خلق کرد، این مرگ خودش مخلوق است، مثل چگونه که ملائکه ها را خدا خلق کرده است، مثل همین ملائکه ها را خلق کردنش همین مرگ هم خلق کرد. وقتی میگه خلقش کرد، پیداش کرد و او را میگه پس هزار پرده پنهانش کرد. و عظمته اکبر من السماوات والارضین. چنان میگه همین مرگ کلان بود، چنان کلان بود که حتی میگه زمین و آسمان کلانیش بر او برابر شده نمیتونست. همتا میگه خداوند یک مخلوق بی نهایت کلان خلقش کرد. لا یدرون مکانه ولا یدرون ما هو فقط یسمعون صوته من کل حول. صاحب دقایق میگه یگان ملائک نمیدانست که این چی هست و مکان این در کجا هست، فقط آوازش میشنیدن که میگه داد میزد، فریاد میزد، فریادش میشنیدن لکن نمیدانستن در کدام مکان است و این چی باشد، چی وظیفه را اجرا میکند، اینش نمیدانست. تا وقتی چی؟ تا وقتی که آدم خدا خلق نکرد. وقتی میگه آدم خدا خلق کرد، این مرگ میگه فرمایش داد که بالای همین تمام مخلوق من پرواز کن. وقتی میگه مرگ پرواز کرد، همه این ملائکه هایی که خلق شده بودن همگی میگه از هوش رفتن. بعد مدت میگه خداوند باز در مکان خودش همین مرگ قرار داد و گفت یا عزرائیل قد سلطتک علیه. عزرائیل گفت این مخلوقی که دارم ایرا نامش مرگ است، من بالای این مرگ تو را مسلط گردانیدم، تو بالای این غلبه میکنی و این از آن تو هست. عزرائیل حیرت ماندن، گفتن به ای قوه آخذوه. خداوند گفت این بزرگی را بین، کلانی را بین، قوتی را بین، با کدام قوه می را میگیرم؟ در نزد قدرت خداوند اینا که مخلوق خداوند که بودن هیچی نبود. گو عزرائیل گفت نزدیک بر او شو، او سکون میکند، او سکوت میکند، او به تو رام میشود. وقتی میگه عزرائیل که بر او نزدیک شدم، در حال میگه سر پیش من تعظیم کرد و محتاج بر من شد. از اون روز اعتبارا این مرگ در دست کی رفتید؟ در دست عزرائیل رفتید. عزرائیل میگه وقتی که او را من مسلط بر خود گردانیدم و او را محتاج خود گردانیدم با امر الهی، میگه این موت از جانب خود به سوی خداوند فریاد زد پروردگارا ایذن لی حتی انادی فی السماء والارض مرتن. میگه همین مرگ به سوی خدا چی گفت؟ گفت خدایا گفت من کو مرا کو تو غلام این عزرائیل گردانیدی، من میخواهم که یک فریاد در بین آسمان و زمین بزنم. خداوند گفت که اجازت از برای تو فریاد بزن. میگه این موت چی گفت؟ این مرگ چی گفت؟ انا الموت الذی افرق بین کل حبیب. من همان مرگ هستم که جدایی میدازم بین دو دوست، دو رفیقی که با یکدیگر سخت رفیقند. بالای یک تاش وقتی که من میایم این رفیقی اینها از بین نابود میشود. انا الموت الذی افرق
بین کل المرأة و زوجه، من همان مرگ هستم که بین شوهر و بین زن جدایی می اندازم. انا الموت الذي افرق بین الآباء والابناء، من همان مرگ هستم که بین فرزند و بین پدر داغ میگذارم. من همان مرگ هستم. لا یبقا احد حتی یذوق منی. میگه در آخر این مرگ چی گفت؟ بر همه شما خبر میتم که هیچ کس در دنیا باقی نمیماند تا آن زمانی که اگر از من لذت نبرد، تا اگر من بالای او نیام و این سختی جان بالای او اگر روانه کنیم، او از دست ما نجات نمییابد. این البته همون مرگ است. وقتی انسان این موضوع را انشاءالله ما و شما شاید 2 جمعه کنیم، برای وقتی ما و شما خیلی نزدیک مانده است. کمی از شدتش بر شما گپ میزنم، بعدا انشاءالله باز این موضوع ها تکرار می شود. این مرگ چگونه که گفت از من ناچشیده دیگر علاج ندارند، شدتش چگونه هست؟ رسول اکرم میگوید که سلمان فارس این حدیث روایت میکند: شدت الموت قدر شدت الموت که قدر 300 ضربة بالسیف. پیغمبر خدا گفتند شدت مرگ، سختی مرگ چگونه، سختیش چگونه هست؟ گفتند مثل که در شکم به یک آدم 300 بار به شمشیر میزنی چگونه درد داشته باشد، به همین منزله گفت قدر و شدت مرگ همچنان است که در شکم یک آدم 300 بار به خنجر بزن چه مقدار درد پیدا می شود، همین مقدار گفت سکرات موت و غمرات موت همچنان است.